بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو آنگونه ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری و میپسندی. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم آمین. سلام مردم، سلام هم نفسای یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. انشاءالله که ایام و دقایق و لحظات به کامتون باشه، فرصت داشته باشین تا پایان این نوبت از مجموع برنامه یاد خدا ما رو همراهی بکنید. یاد خدایی که همچنان مهمان امامزاده عظیم الشأن و واجب التعظیم و لازم التکریم امامزاده موسی مبرقع در قم مقدس هست. امامزاده عزیزی که فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه هستند، برادر تنی امام هادی علیه السلام، و البته این ذریع هم ذریع دو سه قدمی ذریع مطهر امامزاده موسی هستش که در برگیرنده 40 نفر از نوادگان حضرت جوادالائمه و امام هادی علیهم السلام هستش که اگر کسی اینجا بیاد در این مکان مقدس، یک جا همه این امامزادگان رو زیارت میکنه. انشاءالله که زیارت هامون هم از نوع با معرفتش باشه و به برکت این زیارت ها و آنچه که از مکتب اهل بیت یاد میگیریم و آموزش میبینیم بتونیم زندگیامون رو معنوی‌تر، نورانی‌تر و خدایی‌تر بکنیم انشاءالله. بریم برگردیم، خیلی جای دوری هم نریم که زود برمیگردیم. صحبتامون رو با جای سعیدی آریا شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوشنبه‌های اخلاقی یاد خدا با حضور متخصص و بلد راهمون در این مسیر، حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریای عزیز و نازنین که قدم به چشم من گذاشتن. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم از زیارت. ممنونم از لطفت. عاقبتتون بخیر باشید. محبت. الهی شکر که باز هم خدا توفیق داد برای انجام وظیفه. الهی شکر که ما خدمت عزیزانی مثل شما و بیننده های گلمون هستیم. ان شاءالله روز به روز هم آشناییمون با روایات، سنت اهل بیت علیهم السلام، اخلاق و احکام و اعتقادات بیشتر بشه. الهی آمین. به برکت دعای خیرتون، فرمایشاتتون، ممنونم از انشاءالله که این اتفاق مبارک برای هممون بیفته. خب ما تو برنامه هفته گذشته تا اونجا که یادم میاد بیشتر پرداختیم به همین موضوع اخلاق و روش‌های اخلاقی زندگی کردن در این مسیری، مگر اشتباه نکنم. چندش توی این روش و مسیری که میخوایم بریم، مثل مسیر جاده‌ای که میخوایم بریم، یه تری تابلو داریم که نشون میده که یه پرتگاه‌هایی هم هست. اینجا جاده خطرناک میشه، لغزنده میشه. یعنی جاده مسیرشو داره میره، اثبات خودش هم هستش. جاده عبادته، مثلا جاده عبادت بذاریم مثال بزنیم تو مسائل معنوی که خیلی ملموس هم باشه. ولی تو جاده عبادت که میری جلو، یهو عجبم سر رات هست. درسته اینجوری نیست که بگی نماز نمیخوانم، بندگی خدا رو نمیکنم، ولی خود نماز میخوانم و یه سری آفتهایی میگیرتش. عجبه معنیش اینه، به معنی ترک عبادت نیستش. معنی اینه که میگی این منم طاووس علین شده. حتی ممکنه حجم عبادت رو هم بالا ببری ولی میگیرتت. جاده است که لغزنده است. جاده وجود داره ولی خطر. مثلا دیگه همه باید در مقابل من کرنش بکنن. بله. و کسی به جز من مثلا حالا پول نباید تحویل گرفته بشه یا شناخته. خیلی از این چیزا اتفاق میفته. تو مسئله اخلاق هم همین مسئله است. باید خطراتش رو بشناسم. من یه وقتی آدمی هستم که خیلی خوش اخلاقم، با همه باید اینجوری باشم یا نه؟ اشداء و علی الکفار رحماء بینهم. نه یه جاهایی هست اصلا این اخلاق نباید اتفاقا اخلاق خوشی باشه. باید خیلی جدی باید بیستی میکنی توی جنگ یکی بخواد مثلا لبخند بزنه و یا حالا ولش کن نجنگیم، خود جایگاه جنگ مثلا اون جایگاه خودش رو داره. افراط و تفریط هم آدم توش گرفتار میشه. از اون چیزایی که خیلی تو این جاده مهمه، از این تابلو نورانی هاست که دو طرف جاده میزنن، چراغ میفته توش نشون میده. حد جاده رو نشون میده. از این ور اون ور جاده نیفتی. فلانی اقتدار خوبه. نه اینکه آدم ول کنه همه چیزی رو، هیچی به کسی نگه و اینها. نه اینکه بد اخلاق باشه و تند و بخواد مثلا درشتی کنه با دیگران.
ولی اقتدار باید داشته باشه. اگه نداشته باشه مجبوره با یه رذیله اخلاقی خودش رو آروم کنه. اگه توی کلاس، بذاری با مثال میگم، اگر کسی توی کلاس معلمیه که بلد نیست کلاس رو جمع بکنه، مجبوره یه لبخندم سر کلاس نزنه، چون بلد نیست کلاس رو مدیریت بکنه. بچه‌م میاد تو دفتر معلم‌ها میگه اوه اگه بخندی کلاس رو ازت گرفتن. نه، شما بلد نیستی. اتفاقا معلمی هست سر همین کلاس هم میاد، هم لبخند میزنه، هم با بچه‌ها خیلی خوش اخلاقه، هم اتفاقا خوبم ازش حساب میبرن، کارش هم انجام میدن. این یه مهارته. هی متهم نکن مسئله رو، خودت این مهارت رو نداری. این دو طرف جاده افراط و تفریطاش اگه آدم بلد نباشه میفته توی وادیای دیگه. خیلی مهمه این افراط و تفریط، همه جا علامت جهله. در روایات ما داره علامت آدم جاهل این مبتلا شدن به بحث افراط، یا از اون ور بوم یا از این ور بوم. مثلا اسلام حد تعادل که بله همین مسئله است. منتها حتی تو همین جا هم بازوی خطر دیگه هی داریم پیش میریم. خطر گاهی افراط خودش رو درست میدونه. بله توجیه میده. وای زیاد دستشو میشوره، یعنی مثلا 3 بار 4 بار وسواس داره، اسمشو میذاری تمیزی. تمیزی یه چیز صفت خوبیه دیگه. بله النظافت من الایمان میگه، هم دیگه میگه فلانی به فلانی چه آدم تمیز. این وسواس اسمشو عوض نکن. این بحثش تو قرآن تسویله، از اون خطراتی است که بسیار تسویل. بل سولت لکم انفسکم، هم تسویل نفس داریم و خود سولم توی قرآن داریم، چند جا هم تکرار شده، هم در فرمایش شده حضرت یعقوب به برادران حضرت یوسف هست. حالا اونایی که تو قرآن میخوان ببینن تسویل، چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن. چیز زشت رو زیبا جلوه دادن. گنجشکو مثلا، حالا گنجشک زشت نیست، مثلا نگن کنی به جای چیز به قول شما، یعنی یه رذیله اخلاقی رو. یه وقتی شاگردی داشتم پیشم اومد، کلاس فقه هم بود، اومد و گفتش حاج آقا مثلا اینجا این مثلا بعد کلاس حاج آقا این مطلب اینطوریه و دیدم خیلی مطلب قشنگی. گفتم بابا جان خب اینو سر کلاس میکنی، میگفتی حالا دوستانم استفاده میکنن. حاج آقا حیا کردم بگم، زود دستشو گرفتم، اونم بابا جان صبر کن، حیا نکردی، خجالت کشیدی. حیا صفت حمیده اخلاقیه، باید بگم ماشاءالله پسرم چه آدم با حیایی. خجالت رذیله اخلاقیه، باید بگم ای داده بیداد شما این رذیله اخلاقی داری. بگم چی شد؟ ترسیدی اینو بگی، حرف بیخودی باشه، بقیه نگاه بکنن بگن ای داده بیداد عجب حرف بیخودی زده، ضایع بشی به قول ما توی کلاس. این ترس، این خجالت، این به به ماشاءالله نداره، این وای به حالت که گرفتاری رو داره. پس دونو برخواد اسمشو نذار حیا کردم، چون بعد از کلمه حیا منتظر تمجید منی، منتظری تاییدت بکنم. این تسویل همین مسئله است. انواع و اقسام کارهای آدم گفتم مثل همون وسواسی است و اگر کسی گرفتار تسویل شد درمانش بسیار مشکل میشه. 2 جور وسواسی رو من برای شما مثال میزنم شما قضاوت کنید. یه وسواسی داریم میگه همه عالم کثیفن من تمیزم، یه مدل وسواسی اینه خدا نکنه پیش من. یکی هم میگه من میدونم وسواس دارم، میدونم یا نه بابا مردمم تمیزم، میدونم وسواس دارم بالاخره مریضم دیگه. کدوم یکی از این دوتا رو به درمان نزدیکتر میبینی؟ دومیه دیگه. اولی که اصلا قبول نداره، بیماره. باز دومی قبول داره. دومی یه مرحله، یعنی اگه بگی بریم پیش فلان مشاور الف که وارد است در این مسئله، میگه آره اتفاقا خودم هم دنبال درمانش هستم. این داره همه عالمو متهم میکنه به کثیفی که میگه من تمیزم. پس این تسویل خطر بزرگش دور ماندن از درمان اخلاقی است. اگه کسی تسویل براش پیش اومد خودشو درستی. نوعا اینجور افراد چجوری پیدا میکنی؟ میگه من پیش مشاور نمیام، من خودم به 100 نفر مشاوره میدم. اصلا نمیتونه بپذیره، مریضیشو نمیتونه ببینه. چه اتفاقی میفته؟ مثال میزنم، مسئله دقیقه. یه دقیقه ببخشید قبل مثالتون، چجوری میشه که آدم به این مرحله از تسویل میرسه؟ چون ابتدا به ساکه حب نفس نمیخواد قبول کنه که اشتباه میکنه، متا اینقدر جدیه تو این مسئله که سراب و آب میبینه، واقعا میدوه تو طرف آبه، واقعا باورش شده یه همچین مطلبی. گفتش بنده خدایی گفتش که بچه‌ها اذیتش میکنن، گفت سر کوچه آش میدن، یهو همه دویدن، خودش هم رفت، باورش شد. آره آدمیزاد خیلی فکرش قویه، وای به حال موقعی که بخواد خودپسندیشو، اون حب ذاتشو، حب نفسشو بخواد تقویت بکنه، عالم و آدمو زیر پاش میذاره.
همه عالم کثیفن و من تمیزم. آره که میشه این اتفاق بیفته. یه مثال می‌خواستم. اون مثال می‌خواستم عرض بکنم. تابلوی روی دیوار نصبه، شما داری نصب می‌کنی. آره. بعد به یه دوستت میگه مثلا محمد میشه بری از 2 متری وایس اونجا بگی این کج صافه، یه سمت راستو بیار پایین، سمت چپ بالا. آها الان خوب شد. آره. خب شما که همه از همه به تابلو نزدیکتری، چرا نمیتونی درستش کنی؟ چون از همه به تابلو نزدیکتری. علتش نمیتونی با خط افق سقف و خط زمین نزدیک بودن ملاک نیست، جای مناسبی بودن. مناسب بودن. همین نزدیک بودن همه که نمیذاره. حب ذات خاصیتش اینه. چون خودم رو دوست دارم، چون حب ذات دارم، حب نفس دارم، کسی دیگه تحلیلم نمیکنه، اجازه تحلیل نمیدم. خودم انقدر چسبیدم، انقدر نزدیک خودم، باید فاصله بگیرم از دور ببینم. بعد اون وقت محور مختصاتم خودمو میدونم. خودمو میدونم، میگم من ملاکم. این تو اون مثال وسواسه میشه همه کثیفن من تمیزم. پیش هیچ مشاوری نمیام، من خودم به 100 نفر مشاوره میدم. من اینا همش مال همین حالتی که خودمو ملاک میدونم. یه جا رفتم درگه تحلیلم کرد، گفت اشتباه کردی، من تحمل دارم بشنوم بگن آقا اشتباه کردی، حرفت غلطه. چقدر خوب آدم پذیرش داشته باشه. بله. از صفات انسان اهل دنیا، عبید دنیا اصطلاحاً تو حدیث معراج داریم، اینو خیلی قشنگ خداوند کریم برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرمایند که لا یعتذر الی من اساء الیه ولا یقبل معذرة من اعتذر الیه. اصلا آدمای پست، دنو و دنیا، آدمای پست، یکی از خاصیتاشون اینه لا یعتذر الی من اساء الیه، عذرخواهی نمیکنه. اگه خطایی هم کرد عذرخواهی نمیکنه، خطاشو خطا نمیبینه، اما حب ذات هست. کاری نکردم که شاید با این ادبیات آشنا باشید، من همون روایت رو دارم تو ادبیات محاوره ایش میگم. ولا یقبل معذرة من اعتذر الیه، اینقدر خودشو گنده میبینه اگه کسی هم خطایی در موردش انجام داد نمیتونه ببخشتش. لا یقبل و قبول نمیکنه معذرة من اعتذر الیه. تنش خورده بهه، ببخشید چشمتو باز کن. خیلی خودتو گنده دیدی، توی این موقعیت نمیتونی. جالبیش اینه که معمولا اون قسمت اول این روایت معمولا اون کسی که عذرخواهی نمیکنه میترسه عذرخواهی کنه خار و پست بشه. حدیث داره برعکس میشه، بزرگ میشه. آره میگه تو از نشونه های آدمای پست و خار اینه که عذرخواهی نمیکنن. اهل دنو و دنیا هست. این حدیث معراج رو خیلی توصیه میکنم بیننده های عزیزمون ببینن. حدیث اهل دنیاست. ما میگن اهل دنیا، زود تو ذهنمون میاد خب اونایی که پول جمع میکنن و کنز مال میکنن و نمیدونم چیکار میکنن. نه، یه سری صفات اخلاقی توش داره. لا یشکرون عند الرخا، آدمای ناشکری ان، ناسپاسی ان، کاری به خدا و یا بنده خدا نداره، اصلا صفتش ناسپاسه. تشکر تو زبونش نیست. نمیتونه یکم دست شما درد نکن، چایی هم که براش میارن بذار اونجا. بذار اونجا چیه؟ دست شما درد نکن، خیلی زحمت کشیدی ها. این نمیتونه، زبونش اصلا باز نمیشه به تشکر. نسبت به پدر مادرش هم اینجوری نیست، تو خونم اینجوری نیست. متا چون نمیتونه توجیه هم میاره. نه بگم پررو میشن، بگم تو میری بالا، تو داری پست میشی، نمیفهمی. تو انقدر به تابلو خودت نزدیکی نمیفهمی، انقدر کج نصبش کردی که خنده دار شدی. اگر که مسئله عمق پیدا بکنه و آدم تصویر براش اتفاق بیفته، بعد هر خطای خودش رو نیکو میبینه. آره همین داشتم فکر میکردم، این وقتی نزدیک وایسادی به اون تابلوه کج و راست میبینی. آره همینه میشه که توی حالا عصر ما مصادیقش متاسفانه زیاد شده. حالا تو روایاتی که راجع به آخر الزمان هم ما شنیدیم و دیدیم میگن دیگه، فرمودن دیگه که بی ارزشی ها جای ارزش ها میشینن، امر به منکر زیاد میشه، برعکس میشه، اصول کافی. بدی ها رو خوبی میبینن، تیرگی ها رو نور میبینن. برعکس میشه، ارزش بی ارزشی ها جای ارزش ها. حالا راجع به این خواستیم بازم بیشتر صحبت بکنیم، چون به نظرم خیلی مرتبط با این بحثتون هم از کاربردیه. به صلاحتون هستین بعد از این فاصله که بگیریم اگر شما اجازه بدین. اون وقت شماست. به این زود برگردین که کار به جای خیلی خوب رسیده و داریم حزم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی ممنونم که زود برگشتین. بحثمون رسید به اینجایی که از تبعاتی که اینکه کسی که نزدیک خودش میسته و خودش رو میبینه کج و راست میبینه، بدی رو خوب میبینه، اینه که کلا ارزش ها و بی ارزشی ها، اخلاق و بی اخلاقی جابجا میشن. یعنی چیزهایی که بی اخلاقی آدم میبینه
و خیلی هم این دایره وسیع میشه توی مختصات زندگیمون. قرار شد رو زحمت بشن تبیین درست داشته باشه. میان پیش شما میگه حاج آقا همه میگن من آدم خسیسی هستم، واقعا اینطوریه؟ یعنی همه هم که بگویند باز هم برای این حجت نیست. بابا همه دارن یه مطلبی رو میگن، یه چیزی هست شک بکن. گفت تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزا. بعضی موقع نفیش هم میکنه، همه میگن من خستم ولی من مقتصدم، من حساب کتاب داره زندگیم. همه دارن میگن خسیسی، بگرد مفهوم خست یه چیزی آخه. بگرد نگاه کن اذیت دارن میشن دیگران، زن و بچه تو دارن اذیت میشن. ممکنه برگرده بگه آقا اکثرهم، قرآن فرموده اکثرهم لا یعقلون. آره این هم به کیه؟ به خود تو برمیگرده اگر بخوای این مسئله رو بگی. آره اکثر کسایی که اینجوری چرا اونطوری میبینی مسئله رو؟ بله که مسئله نگاه گفتم با عینک حب ذات بخوای درست. آره واقعا من ملاک هستم. اینی که همش میگن آقا شما یه پا بذار رو خودت تا بعدی پیش خدایی، این گسترش به خاطر همیناست. همیناست. منشأ همه ماجرا خود شیطان هم همین بدبختی سرش اومد. راست میگی. ابا واستکبر و کان من الکافرین. چقدر مهم. ابا کرد از اون مسئله سشت، کبر از خودشو بزرگتری. خلقتنی من نار، آی من آتشم، اون تین است. نه این مقایسه کرد خودش هم ملاک دید. من سجده کنم، من فلان کنم، این من هر جا اومد کار. ما هم درگیر همین منه هستیم، کار کم و بیش. بله منتها آخری جاها رومون نمیشه، با کلام قشنگی میایم طرفو شروع میکنیم تحلیل کردن. کاری نداره که خب معلوم نیست کجا درس خونده که بخواد که راجع به این مسئله نظر بده، که اشکال تو گرفته، کاری به درس خوندنش هم نداره. تو نمیخوای بپذیری مسئله رو، فکر میکنی افت داره برات. یکی از خطاهای بزرگی که این مسئله تصویر رو، مسئله این مشکل اخلاقی رو ایجاد میکنه، عیب گفته روایات مشغول شدن به عیب دیگرانه. وقتی کهنه دستت میدن آینه رو تمیز کن، یه روبی هم طول میکشه، میزنی و قشنگ تمیز میکنی، میاد میگه فلان اینجا هم کثیفه ها، میگه ندیدم. که یه رو به جلو آینه ای چطور ندیدی؟ میگه آبا باشه جلو عکسم تو آینه بود ولی من نگاهم به عکس خودم نبود، به لکای آینه بود. 100 تا لک پاک کردی، یه لک تو صورت تو پاک نکردی و آینه خطا نکرد، عکس تو رو نشون داد. تو بودی که ندیدی چون نگاه مرآتیت نداشتی بهش، نگاه آینه نداشتی. اینی که تو روایات میگه کسی که متوجه عیب دیگران میشود از عیب خودش غافل میشود. همش بخواد توجه به دیگران بکنه. منم ممکنه همچین ایرادی داشته باشم. خیلی خطر زیاده. خیلی دونه من روایتاشو دارم میخونم براتون انشاءالله. خطر زیاده تو مسئله و بلد نبودن این مسائل باعث میشه آدم تازه یه مقداری هم به خودش بادی هم بکنه، مثلا خب من چه خوب دارم تشخیص میدم تو کار اصلاح دیگرانم. اینم برای خودش توجیه میکنه، نمیفهمه، از خودش شروع نکرده اصلا این مسئله رو، حواسش به خودش نیست. میگه من خیلی امر معروف نهی از منکر فلان اینا تو همه شؤونش من ورود کردم فلان. اتفاقا خیلی دقت در زندگی دیگران میکنم. دقت باره مثبت داره، اون نمیفهمه، داره فضولی میکنه، داره عیبجویی میکنه، تغییر میکنه. اون همون تسویل است. ولی خطر هم اونجوری که اول برنامه فرمودید جزء اقتضاعات هر مسیر و هر راهیه. بله هر جاده‌ای لغزنده بودن زمستون میشه برف، نباید باعث ناامیدی بشه، نباید باعث 100 بارم اگه آدم زمین خود بشه. اینم که عرض بکنم یکی از چیزایی که شیطان به ما القا میکنه یأسه. آره خوب مسیری رو وارد کردید، من اینو عرض بکنم. یأسه. یه بار دو بار میرم فلان کار انجام بدم، اصلا ولش کن دیگه بابا، اصلا ما اهل این حرفا نیستیم. اصلا میدونی خانواده ما عصبی بودن، زودم مسائل تکوین. یه دفعه من اینو یه جا حلش کردم. خدا رحمت کنه آقا مجتبی تهرانی، رضوان خدا بخش. دستشونم می آوردن بالا، گفتن نگو نمیتوانم بگو نمیخواهم. آره واقعا ما نوعا نمیخواهم رو و همت نمیکنم رو ما نمیتونم کارو تمام میکنیم، جمع میکنیم. وقت توی دبیرستانی بودم، بچه‌ها راجع به مسائل مثلا معضلات و عدم تمرکز و فلان و مسائل اینا داشتیم صحبت می‌کردیم. یکی از بچه‌های میز جلو گفتش آقا من خیلی عصبیم. خلاص 2-3 تا راهکار رو مثلا اون آرامش پیدا کردن، آب خوردن، نشستن، اینا که مثلا معمولا گفت نه اصلا دست من نیست، یعنی اصلا اختیارش دست من نیست. اون موقعی که عصبانی میشم اون لحظه بخوام حواسم باشه حالا آب بخورم بشینم، نه چی دست من نیست. فوری یاد حرف آقا مجتبی افتاد.
گفتم بابا جان چی خیلی دوست داری؟ گفت آقا این دستگاه بازی بس میشه، دستگاه بازی بس میشه به تلویزیون بازی میکنی، از اینا خیلی دوست دارم. گفتم داری یا نگو؟ تو خوابم نمیتونم ببینم، خیلی گرونه و راستم یه چیز خیلی گرونه. گفتم اگر بهت قول بدم سر 10 روز یه دونه بخرم بهت بدم مال خودت باشه، تک و تنها باشیم بازی کن، میتونی تو این 10 روز اصلا عصبانی نشی؟ یه فکری کرد و گفتم دروغ نگی یا خدا داره نگاه میکنه، خدا خیلی جواب بده، قرارمون به صداقته، میتونی تو 10 روز اصلا عصبانی نشی؟ این فکر کرد، چشانم آورده بود پایین و خیره شده بود، داشت عمیق فکر میکرد. گفت آره حاج آقا میتونم. حالا تا 30 ثانیه 1 دقیقه پیش میگفت چی؟ نمیتونم. شد میتونم. گفتم بابا جان چی خیلی اذیتت میکنه، عصبانی میکنه؟ گفت داداش، یه داداش داشت همسن خودش، اینایی هم که همسنن تعارض و منافع زیاد دارن، درگیر زیاد. گفت شما دائم با این بزن دعوا درگیری، حالا چه لفظی چه فیزیکیش. گفتم حالا داداشت میاد از کنارت رد میشه، یه دونه محکم میزنه پس گردنت، میره دنبال ما، میگه خوب کردم دلم خواست، همینی که هست، خوب کردم زدم. الان میتونی کنترل کنی خودت یا نه؟ دستگاه میپره، حواست باشه. این سرو مینداخت پایین، تصویر میکرد قضیه رو، چشما درشت میشد، رگ گردن بیرو، حال بد. بعد یه لحظه دستگاه بازی میومد تو ذهنش، یه لبخند میزد، میگفت حاج آقا میتونم. ما کلا این مکالمه رو شاید 10-15 دقیقه تو کلاس فرض مسئله بود، هی بردیم بالاتر. خواهرت میاد دفتر مشقتو میگیره پاره میکنه و میتونی کنترل بکنی. همه نمیتونم رو گفت میتونم. عجب. نگو نمیتوانم، بگو نمیخوام. وگرنه هممون خدا تکلیف مالای اتاق نمیکنه، تکلیفی که ما نتونیم. خوش اخلاق باش و نمیتونیم. خدا تعالی به ما گفته پر نزنید برید رو پشتمون. خب پر نداریم که، واسه ما همچین امکانی برامون نذاشتی که خدا امکانشو به ما داده که از ما خواسته کنترل کنه. کظم غیظ و امکانشو داده، واقعا داده. هممون تو زندگیمون اصلا کاری که ما بخوایم واقعا دلمون میخواد انجام بدیم، دنیا میام میگن آقا نکن اینجوری، حتی ضرر داره، آقا من میخوام انجامش بدم، کاری هم نخوای انجام بدی هر چقدر جور بخونه. گفت یه نفر اومد در خونه کسی، گفت فلانی این طناب تو به من قرض میدی؟ گفت عذرخواهی میکنم ارزن روش پنگ کردم. طرف میگه که گفت ارزن اصلا نمیشه رو میشه رو طناب. گفت اگه بهانه است اینم بهانه است، نمیخوام طنابم بدم. بس ما نمیخوام خاصیتش. آره من نمیخوام درست بشم. با تصویر که مثالش رو زدیم، زشت خود کار زشتم و عمل زشتم و اون اخلاق زشتم و زیبا جلوه میدم، گاهی توجیه میکنم براش، دزدی چیه توجیه میکنم، ای بابا میلیونی میدزدن، حالا من اینقدر دزدیدم مگه چی میشه، دزدیشو توجیه میکنم. ای بابا این فلانی رو مگه ندیدی این کارو میکنه، چرا حالا من که نوعا دانش آموزا دیدی میان خونه نمره کم گرفتن چی میگه ماما نمیدونی فلانی نمرش 2 نمره از من پایین‌تر شد، حالا 30 نفر تو کلاس 25 نفر تو کلاس بالاتر شدن و اون یه دونه که پایین‌تره رو میگه، مقایسه میکنه. اللهم انی اعوذ بک من استسقار المعصیه. امام زین العابدین علیه السلام دعای 8 صحیفه مبارکه سجادی. از اون چیزایی که ما رو خیلی بد اخلاق میکنه کوچیک شمردن خطاهامونه. اسم، معصیت، گناه، خطا، اینا همه یک خانواده. حالا چه اشکالی ایجاد میکنن؟ چیز مقدس آخر آره دیگه، به اصطلاح میگه شطور زمینه رو برای گناه‌های بزرگتر فراهم میکنه، بعد بزرگتر هم کوچیکش میکنه. آره. این فرمولاییه که اهل بیت علیهم السلام یادتون دادن، ان شاءالله خدا کمکمون کنه اجراشون کنیم. اللهم عجل ولی اللهم آمین. دم شما گرم، خیلی ممنونم. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. مراقب خودتون باشید. التماس دعا یا حق. خداحافظ.